چطور شد در حمله اول پدافند هوایی ما S-300 همشون یه دفعه آسیب دیدم از بین رفتن؟ اینو باید از روسا بپرسیم. کد دست اونا بود. روسا به ما امکانات خوبی ندادن. ما از روسا خیانت دیدیم. روسا مملکت ما را غصب کرده بودند. ما از اون یقه بازها ضربه ندیدیم. ضربه از این یقه بسته ها دیدیم. نفوذی ها دیدیم. چرا با جاسوسان برخورد نکردند؟ چرا خوابیده بودند؟ سرلنکاری از طرف نیروهای اطلاعاتی به هیچ عنوان قابل گذشت نیست. توی برنامه گفتین باتری هلیکوپتر رو من برداشتم، ولی بعد شما یه خلبان آوردن گفتن نه. این خلبان غلط کرده، برای چون آدم ها زنده هستن. اون که ندیده بی خود میکنه که قضاوت میکند. هلیکوپتر ما چی استفاده میکنیم؟ هلیکوپتر احتگی است. اون خانم خلبان که صحبت کرده هلیکوپتر که تشمامانی روز هستن، نه احتگی. اون زمان چرا ما میرفتیم جنگ میکردیم، شهد میدادیم، پانتوکس نبودیم. الان میان میگیم که یا شاخص آذربایجان میگیم پانتوکس هست. آقای عاشری عضو شورای شهر رشت با انتشار یه استوری غلط کرده، خیانت کرده. این آقای شورای شهر محترم رشت بره با هم دوتا میدرکله که با هم بازناف بودن با هم اصلی انداز پایدار من کن پای دار